به نام ملحد بزرگ. آیا شما سخن داروین و جهل مؤمنین را نمی بینید؟ من او را با دانش روشن فرستادم. برای کشف دروغی که می گفتند انسان از خاک ساخته شده است. آنها از شما درباره مراحل دگرگشت می‌پرسند. بگو دگرگشت طی میلیون‌ها سال انجام گرفته است. بنابراین ایمان جلوی چشم ایمانداران را میگیرد. و واقعیت او تنها توسط بی خدایان دریافت می شود. و پروردگار شما دروغین است. همانطور که اشتباهات عبادات شما آشکار هستند. بگو من تنها روشنایی هستم. برای هشدار دادن و برخی از مردم که به پدرانشان هشدار داده شد، اما آنها جاهل بودند. پس در آخر زن و مرد مسلمان به شما می پیوندند. داروین این حقیقت را به شما بخشید، زیرا او مهربان است.
و راست گفت رسول بزرگ.